سال 2022 به پایان رسید. نام تاجیکستان چند دفعه در سرخط رسانه‌های جهانی قرار گرفت، از جمله به سبب سرکوب اعتراضگران در بدخشان، زد و خورد در سرحد با قرقیزستان، بازداشت و حبس 7 روزنامه‌نگار و تنقید سازمان‌های بین‌المللی برای نقض گسترده حقوق آدمان. ولی مقامات از جمله رئیس جمهور امامعلی رحمان این سال را پربار نامیده از بهبود یافتن شرایط زندگی مردم گفتند. در اصل امسال برای تاجیکستان چی بود و چی سالی بود؟ برای بررسی بیشتر در برنامه گپ آزاد، ژورنالیست شناخته عبدالقادر عبدالقهار و رهبر سازمان فعالیتش در تاجیکستان ممنوع پیمان ملی محی‌الدین کبیری را دعوت کردیم. سلام و خوش آمدید به برنامه ما. سلام بینندگان گرامی و با احترام به هم برنامه را ادامه میدیم. عبدالقادر، بیایید از شما شروع کنیم که سال 2022 از کدام جهت برای تاجیکستان مهم بود؟ خواهش میکنم. خب، چند رویدادی که نه تنها در خاطر من بلکه در خاطر هموطنان برون مرزی ماند. پیش از همه این از نگاه من اولا ما 10 میلیون شده. بهترین خبر است، بهترین رویداد بود که ملت تاجیک از جهت نفوذ 10 میلیون شد. و البته رویداد دیگری مهمی که در تاجیکستان عزیز ما صورت گرفت این 30 سالگرد اجلاس تاریخی بود که دولت سازی و دولت داری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان از اینجا سرچشمه میگیره. و بعدا با وجود همه تنش‌های ژئوپلیتیکی گیوسیاسی، با وجود این تحریم ها، با وجود آنهایی که مثلا در اثر پاندمی کرونا ویروس سرحدها، زنجیرهای اقتصادی همه تقریبا گسسته شدن، رشد اقتصادی ملت تا به 8% انکشاف یا رشد کرد و تورم در سطح چالی که از پیام پرزیدنت جمهوری اسلامی برمیاد 4.2. این نتیجه بد نیست اگر ما ببینیم کشورهای نزدیک بالتیک و اروپا که آنها سال رو خوب جمع بست نکردن، ولی با قدر توان و قدرتی کشور ما حکومتداران توانستند که ایستادگری کنند مقابل این تهاجم ها، مقابل این واقعا هم تأثیرات بیرونه. پول ملی خودش را نقدشاند و سامانی نشکست، ورشکسته نشد، سخت به قرب هم نشد. در بخش دیگر دو رویدادی که میخواهم تاکید کنم، هم وابسته به قضیه افغانستان و هم وابسته به قضیه قرقیزستان، ارتش ما، مقامات قدرتی ما توانستند که در مناقشه با قرقیزستان افاده کنند و یا اثبات کنند که مرز عمومی کشور. بله، تشکر. به موضوع قرقیزستان برمیگردیم و جناب کبیری، یک سال گذشته را برای تاجیکستان و مردم کشور چگونه شما ارزیابی میکنید؟ مرحمت، خواهش میکنم. درود بر شما. ببینید، سال گذشته تاجیکستان واقعا در سرخط خبرهای جهانی بود. نماینده سازمان ملل به تاجیکستان سفر کرد. نماینده ویژه سازمان امنیت و همکاری اروپا در ماه سپتامبر در اوج کنفرانس OBSE به تاجیکستان سفر کرد. چندین مقاله ها در رسانه های سطح بلند جهانی درباره تاجیکستان نشر شدند و همه این مقاله ها یا همه این سفرها پیامی منفی داشتند. تاجیکستان را به جهانیان همچنین یک کشوری که در آن ژورنالیست‌ها، بلاگرها سرکوب می شود، کشوری که در آن حکومت مرکزی یکی از منطقه‌های خودش بدخشان را سرکوب میکند، گنوسید را راه اندازی میکند، حکومتی که در مرز با قرقیزستان سربازهایش تلف می‌یابند و آن چیزی که دوستان ما از داخل تاجیکستان در تلاش میکنند که یک چهره مثبت درباره تاجیکستان بتراشند که مثلا عدد شهروندان ما به 10 میلیون رسید، یادمان رود که مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد کرده ایستاده است. هر روز طبق آمار رسمی بیشتر از 400 تاجیکستانی شهروندی روسیه را قبول میکنند. این فقط شهروندی روسیه. ما آمار نداریم که چقدر تاجیکان هر روز شهروندی ازبکستان، قزاقستان، ترکیه یا کشورهای پیشرفته اروپایی را قبول میکنند. ما از اون فخر نکنیم که ما به 10 میلیون رسیدیم. بله، خدا را شکر که شماره تاجیک
روز از روز می افزاید، اما مادر تاجیک برای کشورهای دیگر شهروند تولد میکند، عذاب را مادر تاجیک میکشد، اما فایده نسل تاجیک را در آینده کشورهای دیگر میبینند و این را ما باید همچون نتیجه سال 2022 قبول کنیم، نه آن چیزی که حکومت یا طرفداران حکومت میخوان درباره سال 2022 تبلیغات برند. تشکر. اینجا که از چند کمبودی ها شما یادآور شده اید، ولی چرا رئیس جمهوری ترکستان در پیامش که نتیجه گیری از کار یک سال حکومت رو کرد در این باره حرف نزد؟ مثلا از بیکاری، فرار مغزها و کمبودی برق که امسال هم ادامه کرد چیزی نگفت. چرا؟ عبدالقادر مرحمه. خب اصلا پیام یک دورنما است، دورنمای سال آینده و سالهای من بعد. این یک کنفرانس مطبوعاتی است که به هر یک سوال ها مثلا من میبینم که جناب کبیری هم گفته ایستادن به موضوع هایی که مثلا این داخل کشوری است، ولی در مجموع تاجیکستان سال رو خوب جمع کرد. این مطمئن است. چرا که مطمئنا میگویم؟ چرا که اگر از جهت اقتصادی هم گیریم، از جهت سیاسی هم گیریم، از جهت اجتماعی هم گیریم، چون ما ابر کشور نیستیم، یک در ساحل اقیانوس‌ها زندگی نمی‌کنیم، از 4 همسایه که با سرحدهای دو کشورش تقریبا حال مناسبت‌های اقتصادی نیست. با وجود همه این تیم اقتصادی حکومت توانست که در حقیقت هم تاجیکستان را از این بحران‌ها نگهبانی کند یا اینکه پیش راه این بحران‌ها رو بگیرد. خب از آنه که مثلا رئیس جمهور در پیامش اینها رو درک نکرد یا ذکر نکرد، این نشانی آن است که حکومت کمبودی‌هاش نمی‌داند. همه حکومت کمبودی دارد. کدام آمریکا کمبودی ندارد یا روسیه کمبودی یا فرانسه کمبودی ندارد. این کمبودی‌ها پیوسته اصلاح می‌شوند و حکومت در پی اصلاح و اجرای این کمبودی‌ها است. یا که اصلاح شما بله عبدالقادر، شما به این نظر که تاجیکستان امسال سیاست سختگیرانه را در قبال فعالان مدنی داشت چی میگویید؟ خودتون هم یک از ژورنالیست‌های شناخته هستید به مسئله ژورنالیست‌ها، بلاگرها، چی میگویید شما؟ خب همه کشورها، همه دولت‌ها، همه حکومت‌ها البته از استقلالیت و امنیت خود دفاع میکنند. مثلا من از نام مقامات حرف زدن نمیتوانم. تا اندازه هر نفری که گناه داشت و آسیابی جنگ شهروندی من آب میریخت یا اینکه مثلا وضعیت مرکب میکرد، هر نفری که مثلا از صاحب قلمان گمان میکنه که بودن میره این کار کرده نمیشود. شاید میان اینها بودن نفرانی که نسبتشان سختگیری شد، ولی اگر در وابسته به رویدادهای بدخشان بسیاری از بلاگرها، ژورنالیستان واقعا همه خواستن که نادانسته ناآگاهانه و یا آگاهانه میتوانستن که دویم باره کشور را به جنگ و مناقشه بکشند. شما میتوانید مثال بیارید به طور روشن که کدامی از بلاگرها، ژورنالیست‌ها درباره حوادث بدخشان یک چیز ناآگاهانه پخش کردند؟ زیاد بود. مثلا دوست ما رستم جانی یا اناره سرکاروا، اینها مثلا میتونستن که تحمل پذیرتر باشند، ولی هر زمان هر روز اونها چی میکردن؟ هر روز اونها تا اندازه اغوا انگیزی میکردن، نادانسته ناآگاهانه از اروپا و اونها که شخصیت شناخته هستن بسیاری مردم عادی البته داده شد به این چیز. جناب کبیری، شما به حرفای عبدالقادر چه نظر دارید؟ عموما در این موضوع چی میگوید شما؟ راضی هستم که پیام این یک دورنما هست، اما پیامی که ما یا اون چیزی که از زبان امامعلی رحمان میشنویم همچون پیام، این دورنما نیست بلکه یک پسنما هست. امامعلی رحمان همیشه درباره گذشته گپ میزنه، درباره زمان شوروی، درباره زمان جنگ، درباره اون که در گذشته ها ملت تاجیک چقدر عذاب داشت و امروز در تحت رهبری او چقدر خوشبخت است. و من فکر میکنم که اصلا خود امامعلی رحمان و یک قسمی از جامعه تاجیکستان به خصوص اون قسمی تحصیل نکرده نه ماهیت پیام رو فهمیده است که پیام چی سندی هست، نه ماهیت پرزیدنت معاصر رو فهمیدن که یک پرزیدنت معاصر چگونه باید عمل کند. پیام باید که حد اکثرش 30% درباره گذشته و امروزه باشد، 70% آن باید درباره آینده، درباره آن که امروز ملت تاجیک چگونه زندگی کرده ایستاده است. اما وقتی که ما پیام امامعلی رحمان رو تحلیل کنیم، همسانه یک گپ‌های کهنه را تکرار میکند، مقایسه امروزی ما با سالهای جنگ شهروندی، با سالهای شوروی که اصلا
از روی منطق دولتداری مقایسه شونده نیستن اینها. ولی هدف چی است؟ هدف این واقعیتی که ملت تاجیک امروز زندگی میکند اون را پوشانیدن و یک واقعیتی ساخته را در برابر چشم ملت نشان دادن که ملت مجبور شود که با زندگی هر روزش باور نکند و با آنچه که در تلویزیون رحمانوف میگد همون را باور کند که واقعا زیبنده یک دولت معاصر، پرزیدنت دولت معاصر نیست و اصلا این پیام هم نیست. پیام باید خیلی که طلبک هم در اینجا گفتن یک دورنما باید به ملت نشان بدهد که برای مثال ما در کدام سال از بی‌برقی خلاص میشویم، ما در کدام سال یک انتخابات دموکراتی میگذرانیم که ملت بتواند نه تنها از داخل فقط یک عائله بلکه از داخل تمام ملت یک نفری سزاوار و یک کمند نو رو بگیرد. ما هیچ چیزی رو مثل این در پیام های پرزیدنت امام علی رحمان نمیشنویم، بلکه فقط تکرار حرفای گذشته. ببینید که حتی درباره مدهشترین حادثه سال در داخل کشور که بدخشان بود یک جمله هم گفته نشد. حتی درباره بلاگرها و ژورنالیست‌ها یک جمله هم گفته نشد، در صورتی که خود عبدالقادر طلبکوف این را ذکر کردن، اما باز هم سنگ را بر دوش بلاگرها میپرتند. چگونه اناره سرکارова یا رستم جانی یا دیگر ژورنالیست‌ها درباره بدخشان صحبت نکنند، ننویسند که این وطنشان است، در آنجا همدیه‌ها و هم‌ملتان و همزبان‌هایشان کشته میشوند و اونم از طرف یک حکومتی که به نام حکومت ملی تاجیکستان است. من فکر میکنم برعکس این وظیفه عبدالقادر طلبکوف و دیگر روزنامه‌نگاران در داخل بود که باید واقعیت‌ها را به ملت بگویند و چشم ملت باز شود. چون ببینید برای چی ملت تاجیک هر روز بیشتر از 400 نفر با وجود آنکه در روسیه جنگ است و در روسیه تحریم اقتصادی است، حتی روسیه امروزه را از تاجیکستان اولاتر میداند. برای چی؟ برای آنکه در این واقعیت دروغینی که امام علی رحمان برای ملت ساخته است دیگر آینده خود را نمیبینند. تشکر. حالی ما به این موضوع برمیگردیم، ولی سوال ما این بود که چرا خصوصا همین سال اینقدر ژورنالیست‌ها تعقیب شدن، بازداشت شدن، به مهلت‌های طولانی پس پنجره برده شدن؟ چرا جناب کبیری؟ اگر از من بپرسید تا این وقت حرف ملت را حزب‌های سیاسی میگفتند، حزب‌های اپوزیسیونی، سیاستمداران میگفتند، شخصیت‌های مذهبی، رهبران میگفتند. امام علی رحمان همه آنها را پاکسازی کرد، صحنه را پاک کرد. یگانه صدای ملت مانده بودند 4 بلاگر، ژورنالیست یا بعضی شخصیت‌هایی که خیلی با احتیاط رفتار میکردند. حتی امام علی رحمان اینها را هم تحمل نکرد. من نمیدونم بعد از بلاگرها، بعد از روزنامه‌نگاران این مصیبت بالای سری کدام قشر خواهد آمد، برای آنکه این ماشین رپرسیوی امام علی رحمان باید هر سال قربانی بگیرد. تشکر. عبدالقادر، به همین حرفای جناب کبیری شما چی نظر دارید؟ خصوصا درباره هم بلاگرها، ژورنالیست‌ها و هم درباره پیام که این پیام نیست، چی نظر دارید مرحوم؟ جناب کبیری بسیار موضوع رو آمیخته میکند. بیشتر خوب میشه که به هر یک سوال هر دو ما جواب میدیم. در مورد پیام، از اون که این پیامی سالهای کرونا گذشته است کاملا موضوع نیستم، پیام خوبی بود. پیام واقعا هم دورنما دارد. ببینید که درباره 200 لایحه سرمایه گذاری از جانب دولت سخن می‌رود. ببینید که در مورد بنیاد نیروگاه‌ها سخن می‌رود. ببینید که در مورد پس کردن فایزهای قرض بانکی می‌رود. درباره اقتصادی صحب سخن می‌رود. درباره پایین کردن یا که عمومی کردن مثلا قرضای هیپاتیکی می‌رود. درباره جوانان می‌رود. درباره 150 میلیارد سومانی رساندن بودجه یا که WWP یا که مجموعه محصولات داخلی می رود. درباره یک بنیادی مکتب ها، بیمارخانه ها فلان فلان، ولی کبیری این را نادیده میگیرد. انیقترش پیام را نه گوش کرده است نه خوانده است. درباره بلاگرها چی؟ درباره ژورنالیست و بلاگرها چی؟ خب درباره بلاگرها ژورنالیست بار دیگر میگم، اگر بلاگر ژورنالیستی که مثلا من اونقدر تنقید یا انتقاد یا اینکه کمبودی را میگویم که ممکن بعضی همین ژورنالیست یا بلاگرهای اپوزیسیونی نمیگویند، ولی در دوره قانون عمل کردن نکن. مثلا از حزب و حرکت‌های ممنوع سرچشمه مولوی باید نگیرید، صادقانه خالصانه باید کمبودی‌های جامعه را گفت و البته حکومت میشنود دو چیز پنجشنبه دارد، ولی با آنه که مثلا بعضی بلاگرهای ما مثلا حالتی وضع سیاسی کشور رو بد میکنند،
حالت روحی انسان ها رو بند میکنند. این خیلی بد است. بلاگر این معنی ندارد که مثلا هر چی که میخواهد بگوید. بهتر می شود که در اساس فکت دلیل اساسنامه کردن و بارگر تاکید میکنم که بس هر چشمه‌های مالیوی خارجی تکیه نکند، یگام کارمند مقامات سر کار نگیرد. تشکر عبدالقادر. ولی این ژورنالیست ها در صحبت هاشون گفتن که وکیلای مدافعشون هم گفته بودن که هیچ مبلغی از خارج نگرفتن و کارهای غیر قانونی انجام ندادن. خب حالا بیاید برگردیم به ادامه صحبتمون و به سوال بعدی. در تابستان امسال در ولایت مختاری کوهستان بدخشان عملیات مقامات بر ضد اعتراضگران برگزار شد. سازمان ها این را سرکوب نامیدند. بیش از 30 نفر کشته و زیاد از 100 کس بازداشت و محکوم شدند. در گذشته هم در بدخشان چنین اعتراض میشد، اما چرا امسال برخورد به قول حامیان حقوق خیلی خشن بود؟ پاسخ شما جناب عبدالقادر به این سوال. خب بار دیگر میگم که هر یک دولت امنیت خودش را باید حفظ کند. اینجا سخن در مورد چی میرم؟ سخن در مورد اون میرم که واقعا هم بعضی گروه‌های عنصرهای جنایی وضع سیاسی اقتصادی این ولایت را زیر نظارت و زیر فشار خود قرار دادند. مقامات بارها بخشید، جنان جاری بارها بخشید. ما و شما خوب میدانیم که وقتی که آنها راه را از روشان بستند، وقتی که آنها علاقه به ترکت گذاشتند، وقتی که آنها در رابطه با خارج کشور حتی پرچم و سرود و کمچی دیگر تهیه کردن، حتی نقشه جدا کردن ولایت از سر آنها بود. و چگونه دولت باید مثلا با این عملهای اونها چشم بپوشد؟ البته نه، من نمیگویم که مثلا این عملیاتی سرکوب کننده بود. این یک آنتی ترور بود. تمام دو سه عنصرهای جنایی از من رفتند و حالا اوضاع بدخشان خیلی خوب است. جناب عالی حکومت جمهوری تاجیکستان مردم بدخشان خیلی همچون فرزند دوست می‌دارد، همچون پیشوا دوست می‌دارد، همچون پدر این ملت دوست می‌دارد. این منطقه را هزارها صدها انشاءات‌های ساختمانی اونجا می‌شود، نقشه‌های زیاد طراحی می‌شود. خب عیناً همین آنتی ترور یا که مقابل عنصرهای جنایی در ختلان در وادی قراتگین هنوز 10-15 سال پیش صورت گرفته بودند. ولی همون نفرانی که از سالهای جنگ شهروندی باقی مانده بودند، حکومت آنها را ده‌ها بار بخشید، محضاً حالت سیاسی کشور را بد کردند و حکومت مقامات مجبور شد که یک عملیات آنتی ترور بگذارند، یک عملیات پاکسازی این عنصرهای جنایی. و اینو باید ما نه کبیری باید این کار کند، نه شما نه من و هر یک دولت. ببینید امروز در روسیه چی صورت گرفته است، در اوکراین چی صورت گرفته است. هر کس منفعت‌های ملی خود را، تامینیت ارضی ملی خود را باید حفظ کند. جناب عبدالقادر، شما میگوید که عملیات آنتی ترور ولی تحقیقات ها نشان داد که در این عملیات به اصطلاح آنتی ترور افرادی آسایشته اصلا کشته شدند و به حبس گرفته شدن این چیزا. و برمیگردیم جناب کبیری، شما به این حرفای عبدالقادر راضی هستید؟ شما چی میگویید؟ ببینید، بدخشان ما ولایت خودمختار است طبق کنستیتوی جمهوری تاجیکستان. یعنی این چی معنی دارد؟ این معنی را دارد که ولایت بدخشان ما از دوشنبه، از سوخت، از ختلان فرق دارد، فرهنگ دیگر دارد، باید اون خودمختاریت داشته باشد. اگر که ولایت بدخشان در مسئله تعیین کادرها، درباره زبان‌های محلیشون، درباره فرهنگ، درباره مسائل دیگر از دیگر منطقه‌های تاجیکستان فرق نداشته باشد، پس اون چی خودمختاریت دارد؟ مردم بدخشان فقط می‌خواستند که همون خودمختاریتی که در کنستیتوی جمهوری تاجیکستان نوشته شده است همون را داشته باشند. ولی برای امام علی رحمان بین بدخشان و بین سوخت، بین خاروق و بین دوشنبه اصلا هیچ فرق دیدن نمی‌خواهد. همین است که وقتی که مردم بدخشان یک کمی می‌خواهند از خود درک بدهند، بگویند که حداقل در وقت تعیین مسئولین، تعیین پروکورور، امنیت، پلیس، رئیس منطقه باید که از داخل خود مردم انتخاب شود، مردم آن را تعیین کند. امام علی رحمان این را به غضب می‌آورد و همیشه اون تلاش می‌کند که کمترین صدای استقلال خواهی را چی از طرف یک فرد باشد، چی از طرف یک منطقه باشد، اون را باید بوقی کند. من سبب اصلی لشکرکشی به بدخشان را در آن می‌بینم که امام علی رحمان تحمل کمترین صدای استقلال خواهی، آزاد بودن و مستقل بودن، خودمختار بودن را نه نسبت یک شهروند، نه نسبت یک منطقه ندارد این تحمل را و باید که تمام تاجیکستان را
مثل یک کارخانه شخصی تبدیل بدهد و همون چخیل که یک رئیس کلخاز سپارش میدهد که دیگر کلخازچی‌ها شروع میکنن با کار کردن، باید سراسر تاجیکستان مثل همین باشد. جناب کبیری شما که خود مختاریت از بین برود. بله، شما واژه استقلال خواهی رو به زبان آوردید. می حالا منظورتون چی است از این؟ یعنی در بدخشان استقلال خواهی فرد، ملت باید مستقل باشد. یک فرد، یک انسان باید در چارچوب قانون‌ها و کنستیتوسیون مستقل باشد، چون که بدون انسان مستقل و بدون ملت مستقل ما نمیتونیم دولت مستقل داشته باشیم. چگونه یک دولت میتواند مستقل باشد که شهروندش برای طلب کردن حق کنستیتوسیونی خودش باید سرکوب شود؟ این استقلال خواهی است، این آزادی خواهی و مختاریت است. تشکر. عبدالقادر، شما به این حرفای جناب کبیری چی نظر دارید؟ شما راضی هستید؟ ببینید که علاقه خودی همین سخنهای جناب کبیری در مورد استقلال خواهی یک ولایت علاقه به قول روسو پرووکاسیا است، به قول این جدایی اندازی است، تفریق اندازی است. باور کنید جناب کبیری با وجود اینکه 20 سال سیاستمدار است، فقط از سر احساس حرف میزند، فقط از سر کینه و خصومت حرف میزند. بار دیگر میگویم که آنقدر توجهی که حکومت به منطقه بدخشان داره بیشتر از 2000 انشاءات‌های گوناگون ساخته شده است، حتی در منطقه کلوب ولایت فتح ساخته نشده است و پیوسته اظهار محبتش را پرزیدنت نسبت مردم بدخشان دائم می‌داره. بار دیگر میگویم که نه کمتر از 50-70 کماندان سالار یا کماندان در زمین منطقه خطان وادی قراتگین که اونها قانون را ویران کردن، نیست شدن، ضمن عملیات آنتی ترور یا به محکمه کشیده شدن، ولی با بحث به خاطر صاحب اختیاری مختاریت این منطقه، به خاطر همین پرزیدنت بارها بخشید، 7-8 مرتبه بخشید دو سه کماندانی که اونجا بودن که ولایت را زیر تاثیر خود نفوذ خود قرار داد و یک آنطوری که گفتیم در رویدادهای بدخشان که تا حال حاضر ساکنان بازداشت میشن، تعقیب میشوند، پس پنجره انداخته میشن. آیا در آینده این موضوع از نگاه سیاسی تأثیر به حکومت و مقامداران تایسان خواهد داشت؟ جامعه بین المللی واکنش جدیتری خواهد کرد؟ جناب کبیری شما به این مسئله چی میگوید؟ ببینید جامعه بین المللی خواهش میکنم خیلی کوتاه، وقت ما اندکی محدود است. جامعه بین المللی حالا با جنگ روسیه و اوکراین مشغول است و این فرصت را حکومتداران تاجیکستان خوب استفاده بردند برای تازه کردن داخل، تا سرکوب کردن ژورنالیست‌ها، بلاگرها و منطقه هایی که یک کمی ناموس داشتند، جسارت داشتند مثل بدخشان. اما من باور دارم که بعد از آن که جنگ روسیه و اوکراین تمام می شود، حتما دقت جامعه بین المللی به تاجیکستان دوخته خواهد شد. برای چی؟ برای آنکه الکی جامعه شهروندی بخصوص کسانی که در خارج هستند تمام این جنایت‌های حکومت علیه ملت را پرونده سازی کردند، به دادگاه‌های بین المللی، به مقامات بین المللی سپرده شده ایستاده است. من شک ندارم در آن که به زودی اونهایی که در داخل تاجیکستان نسبت ملت جنایت صادر کردن، فرق نداره نسبت بدخشان، ژورنالیست‌ها، حزب‌های سیاسی، جامعه دیندار، فرق ندارد، اینها در نزد قانون داخلی و در نزد قانون بین المللی به جوابگری کشیده خواهند شد. تشکر. حادثه دیگری مهمی سال، یعنی برمیگردیم به مسئله دیگر، یعنی در مرز تاجیکستان با قرقیزستان بود که از دو طرف قریب 200 کس کشته و صدها زخمی به جای گذاشت. چرا بحث مرزی امسال هم حل نشد؟ طوری که پرزیدنت قرقیزستان در رسانه ها گفت که تا آخر امسال باید به انجام میرسید، ولی حالا دیروز گفت که تا ماه می ممکن است که این مسئله حل خودش یابد. عبدالقادر بفرمایید، نظر شما چی است به این مسئله؟ خب رویداد قرقیزستان اثبات کرد که یک بار دیگر تاکید میکنم که مقامات تاجیکستان، رهبریت عالی سیاسی تاجیکستان هر یک وجب خاک این ملت رو، این تاجیکستان عزیز رو عزیز میدونند و به کسی دادنی نیستند. و یک بار دیگر نیروهای قدرتی ما اثبات کردن که دلخواه کشوری که به ما مثلا سرچکری میکند یا که مثلا نیت تجاوز دارد، اونها با یک مقاومت جدی روبرو میشوند. خب کاملا تمام اکسپرت های درجه بین المللی، منطقوی، جمهوری، حتی قرقیزی میدانند که
ما حقیم. ده ها صدها مقاله ها انتشار شده و آخرین مطالبی که عبدالرحمن پیشنهاد کرد همه ما میدونیم که فقط جناب پرزیدنت مملکت امامعلی رحمان نمیخواهد که این مناقشات توسط خونریزی حل شود. بار دیگر ما شانس امکانیت میتیم به دولت قرقیزستان که زمین های قانونی ما رو برگردانند. در همین قضیه ملت یک متحد شد، واقعا هم افتخار ملی خیلی بلند شد و البته کبیری و جانبداران آنها دشمن دوستی ما دشمن ماست. ما تا جایی که در تاجیکستان اطلاع داریم حتی با رقیبان ما در قرقیزستان اینا حتی به همکاری پرداختن، به همراهی پرداختن، نه تنها قرقیزستان بلکه با افغانستان که ما و شما در میدانیم که دویم رویداد بسیار مهمی دیگر که در سال 22 شد این به سر قدرت آمدن طالبان بود و رأی خود را، مقام خود را، چهره خود را، شخصیت خود را سرور دولت همچون رهبر تاجیکان دنیا اثبات کرد و دفاع کرد از تاجیکستان برون مرزی، از تاجیکستان افغانستان و تا حالا در مورد حکومت فراگیر افشاری کرده ایستاده است. به جامعه جهانی بارها مراجعت کرد، کنفرانس ها صورت گرفته ایستاده است. تشکر. بله عبدالقادر، باز هم جناب کبیری و همراهانش با دشمنان ما در این منطقه هم مقابل حکومت ملت خودشان یعنی که هم فکر جمع کرده است. تشکر. وابسته به مسئله یعنی همون سوال اصلی ما در رابطه با این حوادث قرقیزستان، جناب کبیری نظر شما چی است؟ ببینید من نمیخوام بحث رو شخصی کنم جناب طلبکوف. اگر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان برای هر یک وجب سرزمین ما تلاش میکرد بیشتر از 1.5% مساحت تاجیکستان را، خاک ما را به همسایه کشور به چین نمیداد. بنابر همین ببینید این دعواها و این تبلیغات رو ما نیم کنار بیایم بالای فکت و رقم‌ها صحبت کنیم. تا امروز ما نه از زبان امامعلی رحمان، نه از زبان یتیموف، نه از زبان یگان منصبدار دیگری تاجیکستان درباره وضعیت مرز یگان معلومات نشنیده. ملت اصلا در حکومت خود را وظیفه‌دار نمیداند که به ملت گزارش بدهد که در مرز چی میگذرد. در صورتی که شما گفتید که ما حق هستیم، 100% طرف تاجیکستان حق است. این زمین های ما است. اما پرزیدنت قرقیزستان، تاشیوف، رسانه های قرقیزستان جهان را تحت تاثیر قرار دادن که حق به جانب قرقیزستان است. شما پرزیدنت شما، مقامات شما در کجا هست؟ جهان معلومات را از زبان تاشیوف میگیرد، از زبان پرزیدنت قرقیزستان میگیرد. پرزیدنت قرقیزستان هر روز میرود به مرز با لباس عادی، نه بالای کدام قالین یا که به خارجه رفته باشد، بلکه با موزه و با همون لباس قرقیزیش میرود، با مردم مرز صحبت میکند، آنها را روح بلند میکند. در صورتی که شما دعوای 10 میلیون دارد، اونها یک چیز بین 5 تا 6 میلیون هستند، اما همچون یک دولت رفتار کرده ایستادند. ما امروز جامعه تاجیکستان معلومات درباره مرز خودمون را از سرچشمه‌های قرقیزی گرفته ایستادیم که این برای یک ملت، برای روزنامه‌نگارانی مثل شما واقعا جای عیب است. با جای آن که آمده ما را تنقید کردن، باید شما از حکومت طلب کنید که چرا درباره وضعیت مرز به ملت گزارش نمیدهد. بله تشکر. بله در حال میرسیم به پایان برنامه. تشکر به هر دوی شما و در نهایت یک سوال نهایی را به هر دوی شما در میان میگذارم. یعنی در سال آینده 2023 تاجیکستان را چی انتظار است؟ پیش بینی و امیدهای خود را خواهش میکنم بگویید. عبدالقادر از شما شروع میکنیم. مرحمت. خیلی مختصر. خب بعد آنه که جنگ روسیه و اوکراین اثبات کرد که و پاندمی اثبات کرد که جهانی شوی افسانه بیش نیست. باید و یک دولت خودکفا باید متبدل بیابیم. تمام محصولات اقلام خوراکواری در قلمرو تاجیکستان باید استحصالش برای ما داشته شود. این چنین کارخانه‌های زیادی صنعتی باید ساخته شود. ما باید تکیه به خودمون کنیم، نه به یگان اتحاد، نه به یگان تشکیلات بین المللی، نه به یگان تشکیلات‌های قرضی بین المللی.
تشکر زیاد عبدالقادر. و حالا میگذاریم به جناب کبیری. شما به نظر شما در سال 2023 در تاجیکستان چی خواهد گذشت؟ خیلی البته مختصر. من بسیار میخواهم که در سال 2023 از تاجیکستان خبرهای خوش بیشتر بفهمیم، اما میترسم از آن که باز هم همون سرکوبگری ادامه خواهد کرد، هجرت ملت تاجیک به خارج ادامه خواهد داشت، برای آنکه از این پیام 2022 معلوم شد که امام علی رحمان و حکومتش برای آینده ملت یگان حرف برای گفتن ندارند، یگان برنامه‌ای که دورنمای خود را ملت در آن ببیند در این پیام نشان داده نشد. من میترسم که باز همون سیاست‌های گذشته در سال 2023 هم تکرار خواهد شد. تشکر و سپاس از هر دوی شما که ما را همراهی کردید و بینندگان عزیز. و به پایان برنامه رسیدیم. با شما من میرزا نبی خالقزاد بودم. سال نو روزگارتان خوش باد. خدا نگهدار. سلامت.